خیلی خوش اومدید به قسمت سوم از 6 قسمت دوره EMS. تو این قسمت میخوام با یکی از ابزارها آشناتون کنم. فرض کنید که رفتید شهر بازی. برای اینکه بتونید از وسایل استفاده کنید باید بلیط تهیه کنید. یا نه، فرض کنید که میخواید برید مسافرت، مثلا رفتید دبی. برای اینکه بتونید توی اون شهر هزینه کنید باید ارز اون کشور رو داشته باشید، باید درهم تهیه کنید. توی بازارهای مالی هم باید ارزی که اون بازار تایید میکنه رو داشته باشید. اسمش تتره. هر تتر معادل $1. 100 تتر $100. 1000 تتر معادل $1000. تتر یک استیبل کوینه و قیمتش همیشه ثابت میمونه. حالا قراره یاد بگیریم که چطور ریالمون رو تبدیل به تتر کنیم. همونجوری که میدونید تو صرافی‌ها باید دلار کاغذی تهیه کنیم. همونجوری هم برای دریافت تتر باید از صراف‌های دیجیتال استفاده کنیم. نوبیتکس، آبان تتر یا کلی صرافی دیگه که اگه سرچ کنید براتون اسمش بالا میاد و میتونید ازشون استفاده کنید. تو این قسمت من میخوام از بیتپین استفاده کنم و ریالم رو تبدیل به تتر بکنم. هیچ راه الزامی هم نیست که شما باید حتما از صرافی بیتپین استفاده کنید. صرفاً چون آسون‌تره من خواستم از این استفاده کنم که برای شما هم راحت تر باشه آموزش. پس بریم با هم قدم به قدم تبدیل ریال رو به تتر ببینیم. برای شروع وارد اپلیکیشن بیتپین میشیم. تو قسمت ورود قسمت ثبت نام رو میزنیم. دقت کنید که شماره موبایل باید به نام خودتون باشه. تو قسمت رمز سعی کنید که از حروف بزرگ و کوچیک و همینطور اعداد استفاده کنید. ثبت نام رو میزنیم. یک کد برامون میاد که اون کد رو وارد میکنیم. کد ملی و همینطور تاریخ تولدتون. ثبت و ادامه رو میزنیم و منتظر میمونیم. خب احراز هویت شد و سیستم ما رو قبول کرد. البته این احراز هویت پایه بود. برای اینکه پیشرفته بشه این احراز هویت نیاز داریم که وارد صفحه اصلی میشیم. قسمت بالا سمت چپ یه آدمک هست، روی اون میزنیم. دوباره قسمت بالا سمت چپ نوشته ارتقای سطح، روی اون میزنیم و اطلاعاتی که میخواد رو بهش میدیم. تو قسمت اول ایمیل میخواد، ایمیل رو میزنیم. یک کد به ایمیلمون میاد، ایمیل رو باز میکنیم و ایمیل رو میزنیم. یک کد برای ایمیلمون میاد و دوباره برداشت میکنیم. تو قسمت بعدی عکس کارت ملی یا شناسنامه‌تون رو میخواد. طبق معیاری که خواسته انجامش بدید و براشون بفرستید. ثبت و ادامه رو میزنید. 2 تا گزینه براتون میاد، گرفتن ویدیو یا ارسال تعهدنامه. من گرفتن ویدیو رو میزنم که توی ویدیو کوتاه اون چیزی که از من میخوان رو بگم و براشون بفرستم. میگه که پوشش درست داشته باشید، صورتتون کامل معلوم باشه و نور کافی باشه و اون فضا ساکت باشه. این جانب علیرضا پاریاب به کد ملی 202046 در تاریخ 23/6/1404 کلیه قوانین و مقررات عضویت و استفاده از بیتپین را میپذیرم. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادید 10 دقیقه بعد حسابتون تایید میشه و بعد از اون شما میتونید هم برداشت داشته باشید هم واریز داشته باشید بدون محدودیت. البته این نکته خیلی مهم است که باید بهتون بگم. بعد از باز کردن حسابتون 72 ساعت طول میکشه تا پلیس فتا بررسی کنه و تایید نهایی رو بده تا بتونید از حسابتون برداشت داشته باشید. بعد از اینکه حساب کاربریتون تایید شد داخل قسمت کیف پول روی قسمت واریز میزنید. از اونجایی که خب من میخوام زیر مبلغ 10 میلیون تومان الان واریز داشته باشم و کمتر از 10 دقیقه زمان میبره، گزینه کارت به کارت رو میزنم. کارت بانکی خود را انتخاب کنید. یکی از کارتایی که دارم رو میزنم. اگر نه میتونی کارت جدیدت رو از اینجا ثبت کنی. فقط دقت کن که کارت باید به اسم خودت باشه. تو قسمت بانک مقصد یکی از گزینه هایی که گذاشته میزنیم و کارت مقصد و اسمشون میاد. کارت رو کپی میکنیم و تو هر همراه کارتی که داریم
میبریمش و اونجا مبلغ رو واریز میکنیم. حالا که قسمت واریز با موفقیت انجام شد، ما باید این ریال رو تبدیل به تتر کنیم. چجوری باید این کار رو بکنیم؟ تو قسمت خرید آسان پیشنهاد میکنم که از این قسمت استفاده نکنید. اینجا یک راه هست که بتونید استفاده کنید، ولی پیشنهاد من نیستش، چون قیمت یه مقدار بالا گفته و صرف اقتصادی نداره. پیشنهاد میکنم تو قسمت معامله برید. تو این قسمت اول نکته که باید توجه کنید، قسمت بالا اگر روی بیت کوین یا اتریوم یا ترون هستش، اینو وردارید بذارید روی تتر. گزینه تتر رو انتخاب کنید. تو قسمت پایین 100% رو بزنید. 100% یعنی اینکه کل مبلغی که شما تو حسابتون هست رو میخواید تبدیل به دلار بکنید یا تتر. و سمت چپ قسمت بالا فروش هایی هستش که به کمترین قیمت داره ارائه میشه. شما یکی از اینا رو انتخاب میکنید. سمت چپ فروش هایی هستش که به کمترین قیمت داره ارائه میشه و شما یکی از اینا رو انتخاب میکنید و قیمتی که ما انتخاب کردیم اینقدر هستش و خرید رو میزنیم. رسید نهایی رو میزنیم و خرید رو میزنیم. خب خرید الان انجام شد و پول ما تبدیل به تتر یا دلار شد. حالا تو قسمت بعد یاد میگیریم که چطور تتری که الان خرید کردیم رو تبدیل به سرمایه کنیم و ازش توی صرافی خارجی استفاده کنیم.